در بعضی از خانه‌ها برای رسیدن به طبقه بالا باید از سرسرای ورودی، راهرو یا نشیمن عبور کرد و همین فاصله تا بیرون خانه حس امنیتی برای ساکنان به وجود می آورد. بالا با این ویژگی‌ها نسبتی با سرخوشی و آزادی پیدا می کرد و بالا رفتن از پله یادآور رسیدن به خاطراتی از این دست می شد. جای بالاتری که در اتفاقهای زندگی نقش فعالی بازی کند، امکانی است برای بودنی تازه و متفاوت. طبقه بالا شاید چون از زمین جداست و برای رسیدن به آن برخلاف نیروی جاذبه حرکت می‌کنیم، تصویری از موفقیت و پیروزی صعود با خود دارد. دید و تسلط بر اطراف، اعتماد به نفس و انقباضی به عضلات می‌دهد که حس کوهنوردی ایستاده روی قله را به یادمان می‌آورد و تعلیق و سبکی همیشگی این فضا تجربه‌ای متفاوت با تجربه روی زمین می‌سازد. به سادگی، همین که جای بالاتر طور دیگری است و احساس متفاوتی می‌سازد، همین چیز دیگر بودنش آن را به یکی از زیباترین خواستهای وجود آدمی متصل می‌کند. به یکی از چیزهایی که جهان زیسته ما را غنا می‌بخشد. به امید خوش آزادی.